азиз, мо имрӯз бо дастгирии якчанд бародарони саховатманд ва ходарони саховатманд тасмим гирифтем ки аз хонаи кӯдакони шаҳраки шӯроб дидан намоем ва бо соли нави омадаи содаи соли 2021 табрикот таҳниятҳо карда бошем. ман миннатдории шахсии хешро ба кулли ташкилкунандагони ин чорабинӣ мерасонам, махсусан ба мағозаи Испарамода, сомонаи иҷтимоӣ дар Инстаграм Город Испара ва сомонаи Ҷалол Муъминов дар шабакаи Ютуб ва махсусан миннатдории хешро ба яке аз ҳофизони шинохтаи шаҳри Испараи Восонӣ Меҳрод Сангинов мерасонам ки бисёр моро дастгирӣ кардану дар кори хайр саҳми худро гузоштанд. دوستانی عزیز، شکرگزاری از نعمت‌های آفریدگار و کمک و مهربانی کردن به همدیگر از خصلت‌های خیلی قدیم و نجیب ملت ما بوده، مخصوصا در عرفی روزهای عید و مراسم‌ها نسبت به یتیمان و بی‌پرستاران، معیوبان و برجاماندگان، محتاجان و عائله‌های کم‌بضاعت خیر و سخاوت کردن عملی نهایت ثواب میباشد. در پیگیری از این عنعنه‌های نیک و پسندیده اجدادی در ردیف غمخوری‌های روزافزون راهبریت و دولت و حکومت و تشکیلات و مؤسسه‌ها سرپرست یک گروه صاحبکاران و تاجران و شخصان سخاوتپیشه شهر نیز غمخوری در حق یتیمان و کودکان بی‌پرستار و در دراز کردن دست خیر و سخا و شما را وظیفه‌های هر یک فردی با ننگ و ناموس شماریده در برابر اجرای کارهای آبادانی خانه بچگان برای شما تربیت گیرندگان دستورخوان پرفیض سالانوی آماده نمودند. از جمله با شرافت همت بلندی و عملی گشت اقدام خیر اندیشانه صاحبکاران محمودوف شریف جان، روزیف انور جان و قریبی در خانه بچگان شبکه گرمدهی ساخته شد که ابتدا از امروز مورد استفاده برای شما قرار داده می شود. یک گروه دوستان و همکاران احسانکار برای شما تحفه های سال نوی و دسترخوان عیدانه تهیه کردند. با استفاده از مورد من به راهبران تشکیلات و مؤسسه های سرپرست خاصتاً به این جوان مردان سخاوت پیشه منتداری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر را بیان می نمایم. همچنان به شما آموزگاران و مربیان و کارمندان خانه بچگان که کودکان را در روحی خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی و وطن پرستی تربیت می نمایید برای فعالیت باثمر و خدمت شایان و شایسته تان صدقاً عرض سپاس می نمایم. تربیت گیرندگان عزیز، بنا بر گفتار پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، شما همیشه در خاطر داشته باشید که آینده مملکت، پیشرفت و ترقیات آن و آبادی این سرزمین به هر یکی شما وابسته است. از این لحاظ هر یکی شما باید همه روزه به تکرار خوانید، زبان آموزید، استعداد و لیاقت خود را تکمیل بخشید، زیرا تنها به طفیل عقل و ذکاوت کامل، دانشمندی و کسب و هنری به طلبات زمان موافق شما می توانید در جامعه موقع مناسب را پیدا نمایید. ما
орзуманди он ҳастем ки ҳар яки шумо дар ҷоддаи омӯзиши илму дониш ва касбу ҳунар комёбу муваффақ ва сарбаланд бошед. соли наватон муборак. محترم رئیس از فرصت مناسب استفاده برده به دو نفر سخاوتمندان سپاسنامه مقامات اجرایی حاکمیت دولت شهر اصفهان را سپردن به از شما میپرسیم. برای تطبیق عملی سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دستگیری اقدامات آبادکارانه راهبریت شهر بهر استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و سهم نظررس در از نوسازی انشاءات‌های ساحه معارف با سپاسنامه سرفراز گردانده می شود. روزیف انور جان اجرا کننده وظیفه رئیس شهر اصفهان محترم بهادرزاده بهاوالدین. با چنین سپاسنامه برای تشکیل دسترخوان عیدانه و تحفه های سال نو به گروه همکاران داده می شود. مرحمت.
جانم مادر جانم مهربانم مادر جانم مادر جانم مادر جانم مهربانم مادر جانم مادر جانم مادر جانم مهربانم مادر جانم مادر جانم مادر جانم مهربانم مادر جانم مهربانم سلام علیکم. زندگی هر دم غنیمت در عمرش شادی و هم غم غنیمت آدم زندگی هر دم غنیمت در عمرش شادی و هم غم غنیمت جوانی می رود چون آبی جویا و پیری می رسیم آن هم غنیمت و پیری می رسیم آن هم غنیمت 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 آدم غنیمت با آدم زندگی هر دم غنیمت 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 آدم غنیمت با آدم زندگی هر دم غنیمت دارالفنونی درس انسان بیاموزی از آن کم کم غنیمت چی می آید حیاتی واپسینت
چون میکشی آن دم غنیمت نفس چون میکشی آن دم غنیمت 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 آدم غنیمت با آدم زندگی هر دم غنیمت 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 آدم غنیمت با آدم زندگی هر دم غنیمت چی بخته پدر از ما شود خرم غنیمت پدر از ما شود خرم غنیمت 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 آدم غنیمت با آدم زندگی هر دم غنیمت 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 آدم غنیمت با آدم زندگی هر دم غنیمت پدر از ما شود خرم غنیمت مادر از ما شود خرم غنیمت سلامت باشید. تشکر. رحمت. من یک چندین سال است که آرزو داشتم که همین خانه بچگان یک سیستم گرمایدهی یگانه تبدیل دهیم. من امروز با اقدام رئیس شهر اصفهان محترم بهادرزاده بهاوردین همین سیستم گرمایدهی خدا خواهد بعد از یک 5-6 روز دیگه عملی میگردد و دادخان نزد من آمدن گفتن که معلم ما یک گروه همکارا همکسبا صنعتکارا ما اقدام گرفتیم که همین خانه بچگان بر هفته یک اینهای خرسند کنیم. من همه شما از نام معارف شهر اصفهان از نام کارمندان معارف شهر اصفهان از نام تربیت گیرندگان منتداری نموده برای شمایان صحت سلامتی برای کار سال 2021 با دولتان از این هم زیاد شود. سلامت باشید. سلامت باشید. رحمت شما باد. و اینجا به استاهایی که همین سیستم گرمایدهی همین ها میفهمند. من هم دیده من چه کراس کردن گفتن که اول آب پر میکنیم بعد کراس میکنیم. طوری گفتن اینها. اما من معلم من گفتن که معلم یک همین ها به سپاسنامه مکتب سپریم افتخارنامه به خالقوف نریمان برای گذاشتن سهم ارزنده اوید به ساختمان سیستم گرمایدهی. به ستاروف مراد جان و خلیلوف عبدالولی
حاضر محترم رئیسان گفتن که همین سیستم گرمیتی کار کند این صدقه جاری میشد. من برادر ما گفتن که این صدقه جاری ولی اینا باز یک اقدام نیک گرفتگی اگر صاحب کاری رسیه دستگیری کند بچه ها ما شما با یاردم میکنیم. من منتداری صدر ریاست کلی کارمندان معارف را میرسانم به شما برای شما صحت سلامتی دولتتان باز این هم زیاد شود. ما منت دارم وقت یگان خدمت برود در این معارف هم وقت شادگی برای شما من تا از دستم بیاد یاردم میکنم. سلامت باشم. بچه ها با آداب شده و معنی شده سالهای 90 گذرانده من معلم زبان انگلیسی گوشل میکنم انگلیسی میخونیم. همتیم بی؟ خوب منش تشکر استاد عزیز سلامت باشید. سال نو شما هم مبارک باشد. زنده باشید. رحمت. السلام علیکم مهمانانی عالی قدر، معلمانی مهربان، تربیت گیرندگانی عزیز، هر یک شمایان را با فرارسی سال نو 2021 تبریک و مبارکباد گفته به شمایان صحتی و سلامتی، طیب بالیده، سعادتی روزگار را آرزومندم. بگذار در تاجیکستانی عزیزمان صلح و امانی، همدیگر فهمی، بهبودی هویدا باشد. سال نو بادا مبارک ای دوستان، همدیارانی عزیز و مهربان. این سخن گلغنچه میگویم زیجان، مرد و زن هم کودک و پیر و جوان. ما کل تربیت گیرندگان خانه بچگانه منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و مهمانان عالی قدر معلمان مهربان میرسانیم که زود از حال ما خبردار میشوند و ما هیچگاه خود را تنها حس نمی کنیم و برای این قدر زحمت ها و مهربانی ها ما کوشش میکنیم که با بهای خوب الله مکتب را ختم نموده و دانشگاه های عالی داخل شده به خدمت خلق عزیزمان خدمتی شایسته نماییم. خوش آمدید مهمانان عالی قدر. С Новым годом поздравляю и хочу, чтобы Новый год все печали и невзгоды в царство снежное унес. سال نو بادا مبارک ای دوستان، همدیارانی عزیز و مهربان. این سخن گلغنچه میگویم زیجان، مرد و زن هم کودک و پیر و جوان. خوش آمدی سال نو بر خانه ما، امیدی تازه هر پیر و برنا. جهان از مقدمش حسنی دیگر یافت، شکوفان شد بر دلی باغی تمنا. سال نو بادا مبارک ای ملت من، منور از گلی خورشید بادا. خوشا این سال و صدها سال دیگر. برف شبانه برآمده از خانه، پوست نشو به افشان دو نکره شاخان.